أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پدران و مادران علی قدر و برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده امروز برای شمایان موافق عرض و خواهش یک برادر اهل اسلام ما یک مراجعت نامه برای پدران و مادران بیان می نمایم. در این روز زمانه بسیار شدند پدر و مادرانی که برای دوستی خطاگی یا دیگر از همدیگر جدا می شوند و در این وقت فرزندان خود را فراموش می کنند. ای زن و ای مردی که صاحب فرزندان شیرین هستی، به حرمت خداوند به قدر این عمر خود برس. در این دنیا زندگی پر از سنجش و درد و الم است و ناگفته نمانه که در این دنیا شخصی بیگناهی نیست. آیا تو گفته میتوانی که من بیگناهم؟ نه. زندگی آینه بیش و کمی است. هر شب در آسمان ستاره نیست. یعنی در این حیات انسان با سرزنش های گوناگون برخوردار می شود. لیکن امروزها بعضی از پدران و مادران برای نفس خود یا از زن یا زن از مرد جدا می شوند. اما در بین آن فرزندانی که به وی رسیدند و بعضی از آنها در شهرهای مسافری قرار دارند، وقتی که می شوند پدر و مادر اینها در ایام جداشوی آن چه اندازه طاقت کرده می تواند. و این برادری که به من آیدی حیات شخصی خود نقل کرد میگوید برادر از این دنیا دلگیر شدم. من نمیدانم به نزد کی مانم، یا به نزد پدر و یا به نزد مادر. آخر در این دنیا هر یک ما و شما خطاگی زیاد داریم، لیکن ان الله یحب العفو. الله تبارک و تعالی اون انسان را دوست می‌دارد که رحم دارد، یعنی میبخشد. زیرا این نابین که ما چقدر که گناه میکنیم الله تبارک و تعالی وقتی که ما توبه میکنیم میبخشدش. لیکن انسانی که یک بنده عاجزی که از عهده هیچ چیزی نمیبراید حداقل بخشش را فراموش میکند. پدران و مادران علی قدر، به حرمت خداوند بین همدیگر مهر و عاقبت را مستحکم کنین. و پیش از آنکه که یک خلاصه میبرارید اول فرزندان خود را به یاد دارین. وقتی که شما میگویید که من با همسر خود جدا میشم و یا با فرزندتان خبر میدید که من با همراهی مادرت جدا میشویم، اون حالتی که دل فرزندان شما را قبض میکند به نظر آنین. وقتی فرزند در راه مسافری و میشوند که پدر و مادری او جدا میشوند، در نزد مردم در چه حالت میافتد؟ و یا عموما مردم خود گناه دارند، لیکن اون دلی گرمی که در تن دارد
بیشتر طاقت میکند. پیامبر کل مؤمنان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گفتند ابغض الحلال الی الله الطلاق، یعنی این طلاق بدترین حلال هاست در نزد خداوند. وقتی یک انسان با سبب های عادی همسر خود را طلاق می دهد، استغفر الله، عرش الله تبارک و تعالی می لرزد. پس از این کار خطا دور باشیم و در زندگی به همدیگر دستگیر و یکدیگر فهمی را نگه داریم و شکر کنیم که خداوند تبارک و تعالی به شما این فرزندان شیرین و شکر نصیب گرداند و امروزها آنها برای آبادی خاندان شما یکی در راه مسافری و دیگری در وطن کار و فعالیت میکنند. پس خطاگی یکدیگر و گناه یکدیگر را ببخشیم. در این دنیا شخص بیگناه و شخص بی خطا نیست. بار دیگر پدران و مادران آل خضر به حرمت خداوند نکاح خود را مستحکم نگه دارین و فرزندان خود را همیشه دستگیر باشین و در حق آنان دعای خیر کنین. در خاطر دارین وقتی که عائله برپا کردن، این برای شما یک لباس نو خریده و وقتی که افلاس میشد آن را پرتفتن نیست. بر زمین شما فرزندانی با آیه رسیده را دارین. به حرمت خداوند ای پدران و مادرانی که صاحب فرزندان هستید، هوشیار باشین و به خطاگیری که عمر شما را خزان میکند دست مزنین. مرد باید مهر و رحمت نسبت خانواده خود داشته باشد. مردگری این نیست که شما یک خطاگی همسر را بینید و او را طلاق دهین. این فقط نادانی و بی علمی است. وقتی که یک شیطان بین یک زن و شوهر نافهمی را می اندازد و در نتیجه آنها جدا می شوند، همون شیطانی که شمایان را جدا کرد در بین شیطان ها شاه می شود. خب به حرمت خداوند آن شیطان لعنت زده را شاد مگردانین، زیرا این شیطان لعین به الله تبارک و تعالی وعده داده است که هر یک بنده مسلمان را گمراه می کند. لیکن اگر شما مهر و رحمت خود را نسبت هر یک انسان مستحکم کنیم، خصوصا به اهل خانواده، انشاءالله شیطان به مقصد خود نمی رسد. پیش از آن که خطایی میکنین استغفر الله گوین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم گوین. وقتی که نام حق را به زبان میارید، شیطان از نزد شما دور می شود و شما یک خلاصه خوب را میبرارید. لیکن به غضب و به فعل یک چند دقیقه داده میشوین، زیرا غضب عقل را میبرد. پیش از آن که یک خلاصه میکنین خوب اندیشه کنین. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با احترام دوست و برادری شما امید رحمت. الهی الله تبارک و تعالی هر یک عائله‌ای که در جمهوری ما و شما و من در امت مسلمان زندگی میکنن، بین همدیگر مهر و عاقبت، یکدیگر فهمی و رحم و شفقت را نصیب روزی گرداند. آمین یا رب العالمین.